امروز تصمیم گرفتم این ریموت رو شارژش کنم که وقتی باتریش تموم میشه 2 ساعت نریم باتری واسش بخریم و بندازیم بالا، کابل شارژ رو بیاریم و بزنیم داخلش و شارژ بشه. سلام فقط چطورید؟ من اسدگلم، عاشق ساختنم. همونطور که بهتون گفتم قرار ریموت رو شارژش کنیم. البته شما میتونید بقیه ریموت هم شارژ کنید، از تلویزیون خونه بگیر تا دیویدی پلیر و کلی آشغال دیگه. البته روشی که امروز یاد میگیریم مخصوص ریموتایی که با ولتاژ 3 ولت کار میکنن، یعنی مثل این که یه دونه باتری 3 کی میخوره یا تلویزیون خونه اون کنترلش که 2 تا باتری قلمی میخوره. بدون معطلی بزن بریم. من میخوام این ریموت رو شارژش کنم که با ولتاژ 3 ولت کار میکنه و یه دونه از این باتری 3 کی میزنیم داخلش و روشن میشه. حالا برای اینکه ما بتونیم ولتاژ 3 ولت رو بدیم به این و یه باتری 3 ولت درست کنیم، نیاز داریم به یه دونه باتری لیتیوم پلیمر 3.7 ولت، یه دونه ماژول شارژ تیفی 4056، یه دونه رگولاتور 3.3 ولت. البته اینو نمیدونم حداقل ولتاژ ورودیش چقدره، چون این 4 و 2 این 3 و 3 میخواد کنه شاید خیلی کم باشه، نمیدونم بازم میتونه یا نه. حالا میریم تست میکنیم. اینم برد خروجی میکرو یو اس بی که فکر نمیکنم به کارمون بیاد. اولین حرکتی که باید بزنیم دل و روده این ریموتمون رو بندازیم بیرون. فکر میکنم یکم حرارت باید روش بدیم و این پوسته روشو بکنیم، چون هیچ پیچ میشی نره. فقط حواستون باشه موقع حرارت دادن نسوزه. حالا یه دونه کاردک رو میندازم این بغلش و به همین راحتی بلند میشه. اینم بذارید یه بغلی که پشتش کثیف نشه. روی بردش 3 تا پیچ هست که باید بازشون کنم. اینم از روده پودش. این بیزبیلک جا باتریشو همین الان در میارم. امیدوارم اصلا جا بشه چون فضاش خیلی خیلی کمه. فکر میکنم بهترین جایی که بتونیم باتریمون رو قرار بدیم دقیقاً همینجاست که باید این پلاستیکا رو برش بدیم، یکم هم این جا باتری رو برش بدیم و این قطعات اینجا هم دمونتاژ کنیم. اینم از اینا که قشنگ درشون آوردیم. تا یادم نرفته مثبت منفیش هم مشخص کنیم. این جواتی دقیقاً همینطوری میاد روش که این سمتش مثبته، دورش هم که مثبت میرفت به اینجا، پس این میشه مثبت، اینجا هم که منفی. اگر هم دقت کنیم این منفی LED متصل شده به منفی این پایه. دیگه وقتشه با کاتر این قسمت ها رو برش بدیم. بهتره برم تیغ کاتر رو عوض کنم. اضافه جواتی من میزنم. اینم از جای باتری. به به. حالا باید جای ماژول شارژ هم در بیاریم. این 3 تا سوراخ جای پیچه، پس این یکی اضافیه. اگه اینو برش بدیم این قسمت هم برش بدیم اینجا فکر کنم جا بشه. اینم از جای ماژولمون. حالا فقط مونده یه دونه سوراخ هم اینجا بزنیم واسه جای شارژش. باتریمون هم که قشنگ این بغلش جا میشه. تو فکرشم این سوراخه رو با روش سامورایی بزنم. برای این حرکت یه دونه از این ماژول شارژر رو میارم و این سوکتش رو میکنم. یکم زیرش باید فندک بگیریم. البته الان دستم میسوزه، بهتر ببندمش روی گیره. الان باید با ماژول جای سوراخ رو بکشیم. حالا میخوام اینو قشنگ داغش کنم و باهاش سوراخ ایجاد کنم. مثل اینکه خوب داغ نمیشه که ذوبش کنه، پس بقیه‌شو با کاتر انجام میدم. الان دیگه سوراخش اوکی شد. بریم برای جاسازی این دوتا. یکم چسب 2 طرفه میارم، یکیشو میندازم اینجا، اینم یکی دیگه. 2 تا دیگه هم برای باتری. حالا روکشاشو میکنیم و میچسبونیمشون. ماژول شارژ رو با چسب حرارتی محکم کاریش میکنم. برای اینکه چراغاش هم دیده شه یکم چسب میریزم روش و میارمش به این سمت. حالا از این بغل چراغاش دیده میشه. دیگه وقتشه بریم واسه سیم کشی. مثبت منفی باتریمو میارم به مثبت منفی ماژول شارژ. من از قبل 3 تا سیم به این 3 تا پایه لحیم کردم. این سمت روی رگولاتورمونه که من اینطوری میچرخونمش، میخوام بندازمش اینجا
که باید سیم منفی یا همین سیم سبز بیاد به منفی اینجا و این سیم نارنجی که میشه مثبت بیاد به مثبت اینجا. این سیم هم که خروجی رگولاتور یعنی پایه وسط میره به بردمون. این تیکه سیم هم باید وصل کنیم به منفی ماژولمون که کلا این میشه سیم منفی، این هم سیم مثبت که میره به برد ریموتمون. از اونجایی که اگه سیما رو از بالای باتری رد کنیم و بیاریم به این دوتا نقطه دیگه جا نمیشه بردمون، پس یکم باید بیاریم بالاتر لحیم کاریامونو. این نقطه میشه مثبت و این نقطه هم میشه منفی. اینم از سیم کشی کارمون. من مولتیمت آوردم، یه تست هم از خروجیش بگیریم. تقریبا 3 ولت باید خروجیش باشه. اینم از خروجیش که 3 ولته. توی آخرین مرحله هم باید جاش بزنیم و ببندیمش. توی آخرین مرحله کارمون قشنگ بردمون رو تمیز میکنیم و این قسمت کلیداش هم میچسبونیم بالاش. حالا قشنگ فشارش میدیم تا بچسبه. اینم از نتیجه کارمون. بزن بریم سراغ تستش. بریم برای تست شارژ ریموتمون. اینو میزنم اینجا. به به چراغش روشن شد. وقتی هم که آبی بشه فول شارژه. این ریموت این گجته که باید الان دکمه‌شو بزنم ببینم اصلا کار میکنه یا اصلا سوخته. بریم برای تستش. 1 2 3. برگام کار میکنه. کلیدای دیگه‌ش هم میزنم. قشنگ اوکی و داره کار میکنه. دیگه نیاز نیست 2 ساعت بریم واسش باتی بخریم. راحت اینو میزنیم به شارژم، بعدش هم استفاده میکنیم. دم همتون گرم تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه. حتما نظرتون این زیر واسم کامنت کنید تا یه ویدیو خفن دیگه. گود بای.